مردم ما یک گپ خوبی دارند که همیشه تکرار می کنند و می گویند که دزد زور صاحبگاه و بست است. اما در این موضوعی که من می خواهم صحبت بکنم دوستان عزیز، صاحب زور دزدگاه و بست است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به کانال منوچهر کوهستانی. اگر که شما در خبرها خوانده باشید دوستان عزیز، گنرال نوجوانوف که در سوخت ادای وظیفه می کند یک حقیقتی را گفت که باید همه ما و شما این را هم بگوییم و بدانیم، نه وابسته از کار ما، نه وابسته از وظیفه ما، نه وابسته از سن و سال ما. گنرال نوجوانوف چنین گفتند که بادکند هیچ وقت زمین قرغیزها نبوده است. این زمین را گذشتگان ما گذاشتن مردم قرغیز را که زندگی بکنند. از طرف حکومت قرغیزستان سفیری تاجیکستان دعوت کرده شده است و با او گفتند که نفران بلند مقام به مثل گنرال نوجوانوف نباید چنین سخنها را در زبان بیارند و بگویند که بادکند همیشه زمین تاجیکا بوده است و تاجیکان این زمین را به قرغیزها دادند. این حقیقت دارد دوستان عزیز. همچون تاریخ شناس من برای شما میگویم که این حقیقت است و مردم قرغیز صاحب این زمین نیستند و آنها از التای آمدند. اما گذشتگان ما که خیلی قلبهای پاک داشتند این زمین را برای آنها دادند و آنها امروز مشکلات زیاد بر ما و شما ایجاد کرده ایستادند. وقتی که گپ درباره مرز و بوم می رود، ما باید شهروندان تاجیکستان در این باره عادلانه صحبت بکنیم، عادلانه بگوییم که این زمین زمینی ماست. و دعوت من از مردم شریف تاجیکستان این هست که ما باید نفران حق گو را نوابسته از جاشان، نوابسته از وظیفه‌شان طرفداری بکنیم دوستان عزیز. نباید فکری آن را کرد که من طرفدار حکومت هستم یا اینکه طرفدار دیگر نفر هستم. نه دوستان عزیز، من طرفدار ملت هستم. در جایی که سخن درباره ملت می رود، همه ما و شما باید در این باره صحبت بکنیم و حق خود را طلب بکنیم. حق خود را طلب کردن این گناه نیست. تمام مردم دنیا حق خود را طلب می کنند و ما نیز همچون یک ملت باید که حق خود را طلب بکنیم. چنانه که شما میدانید مردم قرغیز از التای آمدن و این زمین زمین آنها نیست. صددهای پیش، عصرهای پیش این مردم به این سرزمین آمدند و گذشتگان ما این زمین را برای آنها دادند و آنها در اینجا دولتی برپا کردند. باز امروز ده ها نفر از مردم ما در مرز قرغیزستان کشته می شوند. صدها مادر بی فرزند میماند، صدها پدر بی فرزند میماند، صدها فرزند بی پدر میماند. ما و شما باید محلگرایی را بس بکنیم و همه ما و شما باید تاجیکستانی باشیم و به خاطر مرز و بوم خود آماده به مبارزه باشیم. جوانهایی بودند در این ملت، مبارزین بودند در این ملت که فقط اجازه در کار بود که سمرقند و بخارا را نیز به تاجیکستان برگردانند. چرا امروز جهانیان درباره ظلمی که بر سر ملت تاجیک در تاریخ شده است صحبت نمی کنند؟ چرا که تمام جهانیان این ظلم های شده را فراموش کردند؟ آیا ما حق این را نداریم که مرز خود را حفظ بکنیم؟ آیا ما حق این را نداریم که به خاطر مرز و وطن و ملت خود حقیقت را بگوییم؟ و برای جهانیان معلوم است که تاجیکستان یک کشور کوچک هست، اما مردم تاجیک مردم مبارز هستند و اگر روزی در کار شود مبارزه خواهند کرد. نفرانی که میگویند که شما میترسین این کارا نمیکنین، او کارا نمیکنین، قرغیزها شما را آمدن کشتند. نه دوستان عزیز، ما از کسی نمیترسیم، ما فقط احترام داریم به همسایگان خود. اما باید از این احترامی که ما با آنها داریم استفاده نبرند. ما نباید با همسایگان خود بد باشیم، جنگ بکنیم. ما نباید همسایگان خود را ظلم بکنیم. اما در زمانی که همسایگان ما میخواهند به ما ظلم بکنند و ضمیر خود ما را نمیخواهند به ما بسپارند، باید که ما یک چاره‌ای در این راه ببینیم و نگذاریم که ملت سرش خم بشود. گنرال نوجوانوف صحبت‌های خوب کردند. در یک صحبت چنین گفتند که بادکند همیشه زمین تاجیک ها بوده است و زمین تاجیکان نیز هست، اما گذشتگان ما آنها را همچون مهمان گذاشتند و امروز مثل همون گپی که مردم ما میگویند دزد زور صاحبگاه و بست است. اما انشالله که در این حالت همین خیلی است که صاحب زور دزدگاه و بست است. بله، ما نباید تفریقه بیاندازیم، بله ما نباید دیگران را بد بگوییم. هیچ ملتی از دیگر ملتی بلند نیست. همه انسان ها، همه ملت ها یک قدری دارند، انسان هستند. اما
امروز سیاست جهان این هست که به خاطر مرز و بوم هر یک ملت باید مبارزه ببرد. من امید دارم که در آینده نفران مبارز از نفران بلند مقام ما پیدا خواهد شد و برای وطن انشاءالله که مبارزه خواهند برد. چنانه که به شما معلوم هست دوستان عزیز، ده ها نفر هر سال در مرز قرقیزستان کشته می شود و مردم واروخ سال هاست که آواره هستند و هر روز یک ظلم به سر این ملت می شود. تا کی باید ما صبر بکنیم؟ تا کی باید که نفرانی که تجارت دارن و مال و کالا از قرقیزستان میارن فقط فکر جیب خودشان بکنن؟ یک روز هم باید فکر ملت را کرد و ما از مردم قرقیز نیز دعوت میکنیم که ما دشمنان شما نیستیم. ما نفرانی هستیم که گذشتگان ما این زمین را به گذشتگان شما دادند که آنها همچون انسان زندگی بکنند. عصرهای پیش وقتی که قرقیزها به سرزمین ما و شما آمدند، آنها نه زمین و نه دولت و نه کشور داشتند. و یک خواهش دیگر از حکومت تاجیکستان دارم، شما نباید که مردم حقگو را دهناشان را بندید. بگذارین که آنها سخن خود را بگویند و حرکت نیز بکنند. سالهای پیش درباره گنرال نوجوانوف زیاد نمیدونستم دوستان عزیز، اما در خبرها که خواندم بسیار خوشحال شدم که خدا را شکر که یک گنرالی بناموس هم بوده است، یک گنرالی وطن دوستار هم بوده است، یک گنرالی که به خاطر ملت فکر میکرده است بوده است. مبارزینی که به خاطر ملت آماده بودند که جان خود را بسپارند، آنها کشته شدند، بناحق کشته شدند و در سر آنها ظلم کرده شد. ما باید ملت خود را دیگر ظلم نکنیم. ما باید که همیشه ملت خود را در جای اول بگذاریم و حق خود را همیشه آماده باشیم که طلب بکنیم. دیگر کشورها را آنها نیز به خاطر مرز و بوم خود مبارزه میبرند. دیگر ملت ها نیز حتی در اروپا و در افریقا و در امریکا و در روسیه و در همه جا مردم به خاطر مرز و بوم خود مبارزه میبرند، چون مرز این یک چیزی مهم هست و باید هر یک تاجیک این را خوب بداند که اگر ما و شما امروز طرفداری نفرانی که حقیقت را میگویند نکنیم، فردا دیگر سری ما را بلند کنی نمیمانند. زنده هستیم، مرده هستیم، این حقیقت را باید خوب بدانید دوستان عزیز. تا زمانی که ما و شما سر نبرداریم، تا زمانی که ما و شما حقیقت گویان را گوش نکنیم و طرفداری نکنیم، ما ملت نخواهیم شد. هر یک ملت نفرانی دارد که به خاطر ملت آماده هستند که جان خود را فدا بکنند، اما آنها باید که از طرف حکومت، از طرف دولت و از طرف مردم احترام کرده شوند. دعوت من از مردم تاجیکستان این هست که این گنرال نوجوانوف را طرفداری بکنید و گپ‌های خوبی خود را در کامنت ها برای این گنرال بنویسید که دیگران که این را خواندن حس ملی پیدا بکنند که ملت همیشه طرفدار حقگوها هست، که ملت همیشه دوست می‌دارد نفران مبارز را. زمین‌های ما در دست همسایگان ما هست. کشور ما فقط 10% زمین تاجیکا هست دوستان عزیز. امروز ما و شما باید در حقیقت در غم برگردانیدن دیگر مناطق تاجیکستان باشیم. امروز بخارا گریه دارد، امروز سمرقند گریه دارد. آنها انتظار ما و شما هستند که کی باشد که یک روز ما باز نیز نام تاجیکی را در آنجا بلند بکنیم. تمام جهانیان میدانند که سمرقند و بخارا مال ما هست. تمام جهانیان میدانند که ما زمین خود را برای قرقیزها دادیم و امروز آنها برای ما مشکلات ایجاد میکنند و شهروندان ما و شما را به قتل میرسانند. من هیچ دشمنی به ملت قرقیز ندارم، اما هر یک نفری که دشمنی ملت من هست، من دشمن او هستم، نه وابسته از جاش، نه وابسته از مکانش، نه وابسته از ملتش. این سخنها دوستان عزیز برای شما همچون نصیحت هستند. امروز که خداوند عزوجل برای ما و شما شرایطی صحبت کردن را داده است، شرایطی حق را شنیدن را داده است، باید حقیقت را خوب گوش کرد و حقیقت را شنید. اگر ما و شما خب بکنیم، اگر ما و شما حقیقت را نگوییم، اگر ما و شما زمین خود را طلب نکنیم، فردا به خدا که در سر ما کلاه میگذارم، بعد و وقت دیر میشود. چون تا او وقت دیگه هیچ نفری نمیتواند که ما و شما را سربلند بکند. تاریخ را فراموش نکنید دوستان عزیز. پیروزی های اسماعیل سامانی در تاریخ، پیروزی های دولت سامانیان در تاریخ ربط به تاجیکان داشت و تاجیکان آن نفر را طرفداری کردند و امروز ما نیز باید حق گویان و مبارزان خود را طرفداری بکنیم. خوب دوستان عزیز، من با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله که همت ساق و سلامت باقی بمانید. خداحافظ.